بخش از برنامه ما دو بانوی هنرمند رو داریم در کنار خودمون، خانم صهبا مطلبی و خانم شایان دخت عابدینی منش که برای شما یک بخش موسیقی اجرا میکنند. خانم صهبا مطلبی نواختن تار و ستار رو زیر نظر فریبرز عزیزی و استاد حسین علیزاده و دکتر مهران روحانی در هنرستان موسیقی فرا گرفتند و تحصیلات آهنگسازی را در کنسرواتوار سن پترزبورگ روسیه گذراندند و برای تکمیل تحصیلات در موسیقی ایرانی و ترکی به دانشگاه ترکیه رفتند. خانم مطلبی از سال 1374 تا 1377 جایزه بهترین نوازنده تار را در جشنواره تارنوازان دریافت کردند و در سال 1378 عضو ارکستر ملی ایران شدند. ایشون کنسرت‌های متعددی رو در سراسر جهان به همراه نوازندگان مطرح بین‌المللی اجرا کردند و امشب خیلی خوشحالیم که ایشون رو اینجا در این نشست و در این محفل داریم. خانم شایان دخت عابدینی منش فارغ التحصیل رشته‌های کارشناسی موسیقی و مترجمی زبان انگلیسی هستند. کارشناس ارشد پژوهش هنر با گرایش موسیقی، هنرجوی آواز استاد آواز ایران خانم پریسا و همینطور استاد دیگر موسیقی ایران استاد محمد رضا شجریان هستند و مدرس دانشگاه‌های هنر در تهران. خانم شایان دخت عابدینی منش نوازنده تار هستند و این موسیقی رو تحت نظر استاد منصور نریمان و محمد رضا ابراهیمی فرا گرفتند. این دو بانوی هنرمند با حضورشون روی صحنه و ساز و آوازشون و با خواندن اشعاری از بانوی آزاده شعر و ادبیات ایران سیمین بهبهانی به نکوداشت و بزرگداشت حضور زنان در صحنه‌های هنری با همه محدودیت‌هایی که در کشور ایران و تحت دولت جمهوری اسلامی برای زنان برقرار میپردازند و میبینیم که هرچه هم میگذره با وجود تمام این محدودیت‌ها هنوز صدای زنان رو قادر نشدن که ساکت بکنن. بنابراین با حضور سه نام برجسته، نوازنده، خواننده و شاعر بزرگ ایران، یک بخش موسیقی رو خدمت همه شما دوستان تقدیم میکنیم. آنچه که تقدیم میشه آهنگسازی اون از خانم صهبا مطلبی است در مایه دشتی. بخش اولش قطعه شعری است از حافظ: غم زمانه که هیچش کران نمی بینم، دواش چون می ارغوان نمی بینم. قد تو تا بشد از جویبار دیده من، به جای سرو جز آب روان نمی بینم. و بعد در بخش دوم شعری از سیمین بهبهانی: هرچند دخمه را بسیار خاموش و کور میبینم، در انتهای دالانش یک نقطه نور میبینم. هرچند پیش رو دیوار بسته است راه بر دیدار، به جای جای دیوارش راه عبور میبینم. طوفان چو در من آویزد ناکام و خسته بگریزد، از من هراس و پروایی در این شرور میبینم. من کاج آهنین ریشه هرگز مبادم اندیشه، بر خاک خود اگر موجی از مار و مور میبینم. هر جا خلافی افتاده است جای حضور فریاد است، من رمز کامیابی را در این حضور میبینم.
غم زمانی که هیچ چشم کران نمی بینم، دواش جز می چون ارغوان نمی بینم. قدی تو تاب شد از جوی بار دیده من، به جای سر جز آب روان نمی بینم.
جای جای ویرانش هرچند شب دراز آهن نالین زمین بالین سنگ در آرزوی روزی خوش روزی خوش دل را صبور دل